کافه پرسیاتور شیراز. دم همتون گرم. سال خوبی داشته باشید. प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है आज फिर तुम पे प्यार आया है आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है دهلی میشه گفت که جایی هست که خیلی از فرهنگ‌های هندی رو توی دهلی میشه دید. ایندراپراستا یعنی شهر بهشت. اینجا رو به شهر بهشت گفتن که توسط خود خدا کریشنا ساخته میشه برای افتخار خدای ایندرا و به همین خاطر اینجا یک شهر نمونه باید میبوده و بسیار ثروتمند و همه در رفاه کامل و حمله کردن. اولین حمله جدی به هندوستان قرن 12 میلادی هست که افغان‌ها به هندوستان حمله میکنند و تقریبا میشه گفت که اولین آثار اسلام رو در زمان قرن 12 این شهر رو قرن 4 میلادی بهش میگن دلی. از همون دل میاد که یعنی یک دلی یعنی یک از همون دل میدم توی خدمت رو عرض کردم و به معنی یک راهی به قلبه. ببین اگه توجه بفرمایید جورایی تصور کنید که دهلی بالای مثلثه، آگرا یک کمی سمت راست یعنی گوشه آگرا سمت راست مثلث، جیپور سمت چپه یعنی و اینه تقریبا میشه گفت که از شکل ساختمون ها میشه فهمید که اینجا یه جورایی رسمی هست. یه ساختمون مثل زمان ورود 1921 دیگه گیت فیزیا یا این که دروازه این میسازن این رو انگلیسی ها میسازن برای بزرگداشت سربازانی که در خدمت ارتش انگلستان از هندوستان شهید میشن. حدوداً 85,000 نفر آمار رسمی هست ولی غیر رسمی حدود 100,000 نفر. کلاً یه جورایی میگن حدود 90,000 نفر کشته شدن. خدمت شما بگم که در 1921 توسط انگلیسی‌ها ساخته میشه اینجا برای یادبود سربازانی که در خدمت ارتش انگلستان برای امپراتوری انگلستان می‌جنگیدن در زمان جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 کشید و نوازی قرمز شادی و شادمانیه و کلاً زمانهای قدیم کتب مدار هم که میریم به همین رنگ تقریبا.
یادگار جواهرلال نهروی که اولین نخست وزیر هند بعد از استقلال 1947 اینجا هندوستان استقلال پیدا میکنه. منار قطب حدود 900 سالی هست که اینجا هست، ولی منار قطب خدمت شما عرض شود که روی بقایای یک معبد هندو ساخته شده که از حدود 2000 ساله و این اون زمانی بوده که حدود قرن 4 بعد از میلاد که دوران طلایی دهلی بوده که الان تقریبا ما میشه گفت که جنوب دهلی هستیم و اینجا مرکز قدرت بوده. وقتی که قطب الدین ایبک به دهلی حمله میکنه و دهلی رو تصرف میکنه و تقریبا میشه گفت که اولین باری بوده که رسما هند با اسلام مواجه میشه. اون موقع این منار قطب رو میسازن و این منار قطب رو روی بقایای اون معبد هندو میسازه قطب الدین ایبک. जितना हुआ तेरा तूने दिया है जो वो दर्द ही सही तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा Destruction for balance. हर कमी को है तू लाज़मी ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिर तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल 379 spirals to go up. 379 spiral steps. पूरी जिंदगी दिलावाने नजारे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी। तुमको मैं चुरा लूंगी, तुमसे दिल में छुपा लूंगी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी। तुमको मैं चुरा लूंगी, तुमसे दिल में छुपा लूंगी। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुमसे पहले